بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به مینی دوره درآمدزایی از هوش مصنوعی از 0 تا 30 میلیون تومان. درآمدزایی از تولید محتوا با هوش مصنوعی. قبل از اینکه وارد بخش اول بشیم، توصیه میکنم محتوای این مینی دوره رو توی دفترچه یا توی گوشی خودتون بنویسید. توی بخش اول به 2 تا سوال میپردازیم. چرا هوش مصنوعی رو الان یاد بگیریم و چرا هوش مصنوعی یک فرصت طلایی برای درآمدزاییه. هوش مصنوعی توی این دور زمانه شبیه بیت کوین میمونه. بیت کوین زمانی که تازه اومده بود، کسی ارزشش رو نمیدونست و بهش زیاد اهمیتی نمیداد. هر کسی که اون موقع بیت کوین خرید و بیت کوین ذخیره کرد، الان جزء یکی از پولدارترین آدم‌های روی کره زمین هست. شما اگه اون موقع که تازه بیت کوین اومده بود، میدونستین که قرار ارزش بیت کوین بالاتر و بیشتر بشه، اونو خریداری می‌کردید، اونو ذخیره می‌کردید و تمام پول‌هاتون رو خرج داشتن این بیت کوین می‌کردید. هوش مصنوعی هم همینه. الان مردم ارزشش رو نمیدونن، ولی در آینده نه چندان دور همه دنبال کسی هستن که هوش مصنوعی رو بلد باشه و بلد باشه باش تولید محتوا و کار بکنه. پس پیشنهاد من اینه تا قبل اینکه همه دنبال هوش مصنوعی برن، شما هوش مصنوعی رو یاد بگیرین تا در آینده چندین قدم ازشون جلو بیفتید. نکته‌ای که هست اینه ابزارهای هوش مصنوعی خیلی راحتن و شما هر چقدر بیشتر و حرفه‌ای‌تر باش کار بکنید، کار واسهتون راحت‌تر میشه. و همچنین هزینه تولید محتوا و کلاً کار کردن با هوش مصنوعی تقریباً برابر با صفره. نکته بعدی اینه که الان دنیا تشنه محتواست. هر کسی که بلد باشه با هوش مصنوعی تولید محتوا بکنه، یک آدمی میشه که همه بهش رجوع میکنن و ازش کمک میخوان. و الان کسب و کارها دنبال کسی هستن که بتونه با هوش مصنوعی تولید محتواشون رو انجام بده. چرا؟ چون هم کم هزینه تره، سرعت بیشتری داره، ممکنه کیفیت بیشتری داشته باشه و محتواهای تولیدی با هوش مصنوعی الان ترند بازاره و هر جایی شما یک ویدیو یا یک عکس که با هوش مصنوعی ساخته شده رو میتونید ببینید که ترند شده و وایرال شده و در سطح جهان پخش شده. و نکته بعدی که وجود داره اینه فعلا کمتر کسی توی تولید محتوا با هوش مصنوعی حرفه‌ایه. پس شما این فرصت رو یه غنیمت بدونید و همین الان شروع به یادگیری تولید محتوا با هوش مصنوعی بکنید. بخش دوم میخوام ابزارهای کلیدی برای تولید محتوا با هوش مصنوعی رو بهتون معرفی کنم. 1. چت جی پی تی. بعضی هوش مصنوعی رو اصلا به چت جی پی تی میشناسن. چرا؟ چون اولین چت باتی که به صورت جهانی معرفی شد و خیلی خفن بود، چت جی پی تی بود. چت جی پی تی به چه دردی میخوره؟ برای خروجی‌های متن، گرفتن ایده و گفتگوهای روزمره و حرفه‌ای. با این سری تکنیک‌های خاص و اصول پرامپت نویسی میتونید از ساده ترین محتوا تا حرفه‌ای ترین محتوا رو از هوش مصنوعی بگیرید. 2. لئوناردو، نانو بنانا، کنوا. این سه هوش مصنوعی میتونم بگم بهترین هوش مصنوعی ها برای ساخت تصویر و ادیت تصویره. شما علاوه بر طراحی پوستر، ساخت تصاویر تبلیغاتی و ساخت تصاویر پورتره هم میتونید با این سه ابزار انجام بدید. و البته این سه ابزار برای ادیت تصویر هم خیلی به درد میخوره. 3. رانوی پیکا. معمولا ویدیوهایی که ترند میشه و داخل این اینستاگرام و کلا فضای مجازی پخش میشه، احتمال زیاد توسط همین دو ابزار ساخته شده. این دو ابزار برای ساخت و ادیت ویدیوه. 4. سونو. ابزارهای ساخت موسیقی معمولا پولی هستن و اشتراک نیاز دارن، ولی هوش مصنوعی سونو رایگان و حتی زبان فارسی رو برای ساخت موسیقی پشتیبانی میکنه. 5. ایوفونیک. یکی از بهترین سایت ها برای تقویت صدای ضبط شده ایوفونیک هست. شما میتونید صدای ضبطی عادی خودتون رو به یک صدای استدیویی تبدیل کنید. مثلا الان صدای من رو از گوشی من و بدون هیچ ادیتی میشنوید و الان صدای من رو تقویت شده با ابزار ایوفونیک میشنوید. میبینید که خیلی تفاوت میکنه. شما معمولا توی گفتگوهای روزانه‌تون با هر شخصی یه طور صحبت میکنید و اگه با پدر مادرتون یه طور صحبت میکنید، با رفیقتون اونطوری صحبت نمیکنید. هوش مصنوعی هم همینه.
شما باید یه طور خاص و با پارامتر و قواعد خاص باش صحبت کنید. به این قواعد میگن پرامپت نویسی. پرامپت دقیقاً همون دستوریه که به زبان ساده به هوش مصنوعی داده میشه. موضوع پرامپت نویسی یه بحث خیلی گسترده‌ایه که نمیگنجه ما توی این مینیدوره همه جوانب این رو بگیم. به خاطر همین ما یه دوره خیلی حرفه‌ای و کاربردی برای تولید محتوا با هوش مصنوعی داریم به نام پنجره‌ای به آینده. شما میتونید با تهیه این دوره قواعد و اصول پرامپت نویسی رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید. ولی من در حد این مینی دوره چند تا فرمول بهتون میگم که باید توی پرامپت نویسیتون رعایت کنید. فرمول ما اینه: اول موضوع خودتون رو مشخص میکنید. دوم به موضوعتون سبک اضافه میکنید و بعد از سبک یکی از مهمترین بخش‌های پرامپت نویسی یعنی جزئیات رو باید به موضوع و سبکتون اضافه کنید و در آخر باید هدفتون رو از دستور به هوش مصنوعی براش بنویسید. اینطوری یه خروجی خیلی حرفه‌ای و تمیز از هوش مصنوعی میگیرید. برای اینکه واضح‌تر متوجه بشید یه مثال میزنم. مثلا میتونید به صورت آماتور و خیلی مبتدی بگید که یک متن تبلیغاتی برای کانال ایتا برام بنویس. اما با همین فرمولی که من بهتون گفتم میتونید جزئیات اضافه کنید، سبک اضافه کنید و هدفتون رو مشخص کنید. مثلا میتونید اینطوری بگید: یک متن کوتاه تبلیغاتی که انگیزشی باشه رو برای کانال ایتای من که درباره حجاب و روسری هست برام بنویس تا بتونم توی کانال‌های مختلف تبلیغ کانالم رو انجام بدم. همونطور که می‌بینید دو تا خروجی خیلی با هم متفاوتن و قطعاً خروجی دوم خیلی بهتره. با اضافه کردن و تغییر چند کلمه میتونید پرامپتتون رو خیلی حرفه‌ای‌تر و کامل‌تر بکنید. ممکنه واسهتون سوال شده باشه که باشه ما تولید محتوا با هوش مصنوعی رو یاد میگیریم ولی از کجا درآمدزایی داشته باشیم؟ توی بخش چهارم قراره که اصلی ترین راه‌ها رو بهتون معرفی کنم. 1. اینستاگرام و یوتیوب. شما با تولید محتوا میتونید پیج و کانال خودتون رو با محتواهای ترند و وایرال که با هوش مصنوعی ساخته میشه بالا بیارید و فالوور جذب کنید و بعد توی اینستاگرام تبلیغ بگیرید و خب یوتیوب هم درآمد خودش رو داره. 2. فریلنسری یعنی آزادکاری. شما داخل خونه برای کسب و کار و شرکتی که داخل شهر دیگه ای هست کار انجام میدید. با این سری سایت های واسطه میتونید پروژه پیدا کنید، پیشنهاد بدید و تولید محتوای اون شرکت رو انجام بدید. چند تا از سایت های فریلنسری رو این بالا واسهتون نوشتم. راه سوم فروش فایل آماده است. شما میتونید با همون راههای اصولی پرامپت نویسی یک پرامپت آماده برای مثلا ساخت یک تصویر پورتره بسازید و داخل یه سایت به ازای هر فروش 50,000 تومان درآمد داشته باشید و این اگه تعدادش بره بالا درآمدتون تو ماه خیلی زیاد میشه. و مسیر بعدی ساخت دوره کوتاهه. شما هر مهارتی که دارید میتونید با هوش مصنوعی تقویتش کنید و ازش کمک بگیرید که من توی دورم چی بگم و درباره چی صحبت کنم و به چی بپردازم. شما میتونید با هر مهارتی که دارید یه دوره بسازید و اون رو توی کانال ایتا، پیج یا حتی سایت های مثل مکتب خونه و فرادرس به فروش بذارید. و کلی مسیرهای دیگه ای هست که شما میتونید با یادگیری تولید محتوا با هوش مصنوعی این مسیرها رو برید و ازش درآمدزایی بکنید. توی بخش پنجم میخوام یک پلن عملی بهتون بگم که توی چند ماه آینده بتونید حداقل به درآمد 30 میلیون تومان از تولید محتوا با هوش مصنوعی برسید. قدم اول انتخاب کردن یه مسیره. توی بخش چهارم انواع مسیرها رو برای درآمدزایی بهتون گفتم. یکیش رو انتخاب کنید و همون رو جلو ببرید. قدم دوم ساختن نمونه کاره و کسب تجربه است. هر چقدر تجربتون بیشتر باشه و نمونه کارهای بهتری بسازید، شانس بیشتری برای درآمدزایی بیشتر از تولید محتوا با هوش مصنوعی دارید. قدم سوم انتشار نمونه کارهاتونه، حالا تو پیج و کانالتون یا حتی سایت‌های فریلنسری و بعد از این مدت بالاخره اولین پروژه خودتون رو میگیرید. قدم چهارم افزایش پروژه ها و رشد دادن پیج همراه با استمرار. تقریبا به آخر مینی دوره رسیدیم. یه جمع‌بندی انجام میدم و یه سری نکات ریز ولی مهم رو بهتون میگم. لازمه که یادآوری بکنم توی این مسیر ممکنه که بعضی از سایت ها رو باید اشتراکشون رو بخرید ولی نسبت به درآمدی که براتون هر ماه داره تقریبا هزینه‌اش برابر با صفره. نکته‌ای که وجود داره اینه که باید فقط شروع کنید. یعنی همین شروع کردن هم بعضی انجام
نمیدم. کسایی موفق میشن که بالاخره از یه جایی شروع کرده باشن و بعدش روی اون کار استمرار داشته باشن. لطفاً شروع کن فقط و منتظر کامل شدن شرایط نباش. یه سری تمرین وجود داره که برای شروع خیلی به دردتون میخوره. برای اینکه بتونید این تمرین ها رو داشته باشید میتونید به آیدی پشتیبان که پایین همین ویدیو واسهتون گذاشتیم کلمه تمرین رو بفرستید تا براتون تمرین های خیلی ساده و کاربردی برای شروع تولید محتوا با هوش مصنوعی برای شما ارسال بشه. اینو بدون اگه امروز شروع کنی انشالله ماه دیگه به خودت افتخار میکنی که همچین مسیری رو انتخاب کردی و داری توش قدم میذاری. استمرار داشته باش، خسته نشو از این مسیر. ممکنه که بعضی از مواقع پروژه نباشه، مشتری گیرتون نیاد و این باعث بشه که شما ناامید بشید، ولی این ناامیدی خودتون رو تبدیل بکنید به انگیزه و شروع بکنید به تمرین کردن و کسب تجربه. اخبارهای هوش مصنوعی رو روز به روز دنبال کنید که اگه یه ابزار خیلی حرفه‌ای‌تر اومد ازش زودتر باخبر بشید و با اون تولید محتوا انجام بدید. و در آخر برای اینکه خانواده‌ات بهت افتخار کنن همین الان این مسیر رو شروع کن. نگران نباش، چیزی رو از دست نمیدی. خیلی ممنون که تا آخر این مینی دوره نگاه کردید. حتما نظراتتون رو درباره این مینی دوره برای آیدی پشتیبان بفرستید. من خودم همه نظراتتون رو میخونم. دمتون گرم. خیلی مخلصیم. یا علی.